روی صحبتم با اون گردشگر عزیزیه که تشریف میاره توی قصادش و با برخورد تند باغدار مواجه میشه که بهش میگن آقا چرا اومدی اینجا چی میخوای؟ ببینید این وضعیت ما هست، هر روز هم همینه. هر روز ما اینجا رو جارو میکنیم، میان میشینن، ببینید سفره و آتشخالاشون رو ول کردن همینجا. هر روز هر هفته ما خودمون آستین بالا میزنیم اینجا رو تمیز میکنیم، ولی متاسفانه دوباره تکرار میشه. اولا که این کوچه نه پاکمانی داره، نه هیچ جای قصدش خدمات شهرداری به اون صورت بهش داده میشه و به اصطلاحاً خدمات پاکمانی بهش ارائه نمیشه. بر فرض گیریم هم که خدمات بهش ارائه میشه، تویی که اشرف مخلوقاتی تو باید همچین کاری کنی؟ من توی حیوونا هم ندیدم بیان همچین حرکتی انجام بدن. تو اسم خودت انسان نذار، توقع هم نداشته باش که وقتی میای داخل این کوچه باغ به این زیبایی باید با احترام برخورد بشه. حالا ما اینو جمع میکنیم، ببینید دستمال کثیف و صوفه واقعا آدم حالش به هم میخوره. اینا رو ما جمع میکنیم، باز به هفته